در روزهای گذشته دیدار به اصطلاح هنرمندان با رئیسی برگزار شد. در مورد دیدار و حواشی اون گفتگوی داریم با بابک. بابک، به نظرت هدف رئیسی از برگزاری این جلسه با هنرمندان چی بود؟ اول بگم که این جلسه یه ضرب برگزار نشد. مثل این وزن مردارا هستن دو ضرب میزنن. رئیس این جلسه رو دو ضرب زد. آره، منظور همونی که یه عده که اصلا جواب ندادن، یه عده هم گفتن نمیان. بله دقیقاً. ببینیم خود روزنامه‌های رژیم اینو چی میگن. تازه رسانه‌های رسمی نزدیک به دولت بله این نویسن، منظور که باند مغلوب نیست بگیم مثلا یه لنگی میخوام لگدی میخوام بزنم به رئیسی جلاد. میگه جلسه دیدار هنرمندان با رئیس جمهور به دلیل گرد و غبار غیر مترقبه، چشم نمیدید، اینا تا پاسور رو نمیتونستن پیدا کنن و شرایط جوی خطرناک، مثلا یه زلزله اومده، مثلا 9 ریشتر، نمیدونم سیلی اومده کل تهران رو داشته میبرده، به زمان دیگری موکول شد. حالا دیده خب خیلی اینا شر وره این دلایل. میگه روایت منتقدان این است که دیدار هنرمندان و سینماگران با رئیسی به دلیل عدم استقبال گسترده هنرمندان کنسل شد. پاستور، یعنی همین مقر رئیسی جلاد، در شوک غیبت معنادار، میگه اینا خیلی شوک وارد شده. معنادارم 99% هنرمندان برجسته دعوت افطار با رئیسی را رد کردن. میگه دو ضرب گفتن به این معنی گفتم. ولی بالاخره رئیسی هم از رو نرفت، یه تعدادی رو جور کرد آورد، هر جوری شده. بله. قبل از که وارد این تعداد بشه بگم، ببین الان من منظورم این هنرمند یا اون هنرمند نیست. ببین وضعیت رژیم چجوریه، چقدر این آخوند نجسه و پلید و منفوره که هنرمندهایی که در همین حاکمیت هنر به اصطلاح ارائه میکنن تحت سختگیرانه ترین، ضد انسانی ترین، ضد پروتکل ترین قوانین هنری تولیدات هنری میکنن و اسمشون تو لیست مهمونی هست. یعنی برای این رژیم خطری فرض نمیشن و جزء مدعومین مهمونی این هستن هم از ترس دافعه اجتماعی جرئت نمیکنن توی مهمونی کثیف برن. ولی بالاخره یه عده اومدن دیگه. بله دقیقاً. حالا من یه عده رو تفکیک کنم. به دو گروه تفکیک میکنیم، به دو گروه عمده. بله. یک گروه لباس شخصیایی هستن که رژیم رنگ کرده به اسم فیلمبردار و هنرمند و موسیقی‌گر، اینا لباس شخصی هستن. بله. یه تعداد هم هستن یه دستی تو هنر داشتن ولی اومدن سله بگیرن. سله که میدونی چیه؟ آره دیگه، قدیما مثلا پادشاه کیسه اشرفی میداد. آره مثلا اون شاعر شعر میگفت تو دربار، آره. پادشاه دست میکرد یه کیسه اشرفی میداد. آره. اینا اومدن سله بگیرن. خوبه من این بعضی از این بحث هایی که اینا کردن جالبه، با هم دیگه نگاه کنیم. اولین نفر یه آدمی است که مدیر عامل خانه سینماست. خوبه ویدیو اینو ببینیم، من روش صحبت کنم چون صحبت‌های خودش خیلی گویاست. بله. حوزه فعالیت‌های سمعی بصری در کشور به دلیل تنوع در واقع موقعیت‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، خدای نکرده به دلیل غلظت حاکم بر برخی از رفتارها ممکنه به انسداد ختم بشه و باید جلوگیری کرد، چون انسداد جز با انفجار هیچ راه حلی نداره و ما مسئولیم و هممون در واقع متعهدیم که اجازه ندیم این رفتارها منجر به اون انسداد بشه. بله، یعنی داره میگه ما باید نقش سوپاپ اطمینان رو باز کنیم دیگه، که انفجاری نشه بالاخره وضعیت. کاملا با یک وقاحت هنرمندانه تو گیومه. بله. میگه ما وظیفمون اینه که با این دوربین و نمیدونم کارهایی که به اسم هنر متاسفانه با حد که حرمت از هنر انجام میدیم، کاری رو بکنیم که برادران پاسدار و لباس شخصیشون دارن با گلوله و قمه و اسپری فلفل میکنن. بله. اونا جسم مردم رو میزنن. همچین آدمایی هم با تولید فضولاتی به اسم فیلم مثل ماجرای نیمروز و ماجرای دیروز و سیانور و فلان و که روح مردم رو از بین ببرن. البته بعضی از فیلم‌های اینا بیشتر از گاز اشک‌آور آدم‌ها رو گریه می‌اندازه. دقیقاً اینو درست گفتی. آدم حاضر 100 تا گاز اشک‌آور با تو یک سکانس از این فیلمایی که این هنرمندایی که برای جلوگیری از انفجار فیلم می‌سازن نبینه. مهمون بعدی یک هنرپیشه دست چندمیه که خودش علت این دیدار رو اومدن با رئیسی رو به زبان خودش میگه. البته این هنرپیشه معمولا من دیده بودم نقش منفی بازی میکرد. البته نقش منفی هم مشکلی نیست، خب خیلی از هنرمندای معروف هم نقش منفی بازی میکنن، اما اشکال اینه که این تو زندگی واقعیش هم رفته تو نقش منفی. یعنی در واقعیت هم رفته تو نقش منفی. حالا این هنرپیشه دست چندم که آمده است در مهمونی این جلاد میگه چند وقتی بود که میخواستم خدمت برسم و سلامی عرض کنم. من نماینده کانون هنرمندان پیشکسوت در اینجا هستم. حالا نمیدونم همچین قانونی هست، همچین هنرمندایی اینو به عنوان نماینده قبول دارن، نمیدونم، خودش گفته. آره. حالا تقاضاش
و بسیاری از آنها هنوز سقفی بالای سر خود ندارن. یعنی مثلا خونه مثلا بگیره این که مردم معیشتشون خرابه یا مثلا از سانسور مثلا در سینما مشکلش نیست، آمده یه خونه بگیره، اونم مسئله خودش، خیلی با ذلت، من سقفی ندارم. به این هنرپیشه از قول صاحب تبریزی شاعر نامدار ایران میگیم که دست طلب که میکنی پیش ناکسان دراز، پل بسته ای که بگذری ز آبروی خویش. البته اگه بعد از 40 سال هم نشینی و هم مجلس شدن با آخوندها دیگه آبروی مونده باشه. این آدما میدونی که الان براشون اصلا فرقی نمیکنه آخونده عمامه سیاه سفید کیه، میرن. بله. اینا تو مهمونی افطار روحانی هم میرفتن که اصلا آبروی برات نمیمونه که آبروی خودت با این دست طلب ببری. بله. نفر بعدی یک موسیقیدانه، پیشکسوتی بوده تو موسیقی، حالا من نمیدونم درجه موسیقی چقدر بوده ولی خب موسیقیدانه. اینم ببینیم در این مهمونی چی میخواد از رئیسی. تقاضا اینم جالبه. به اصطلاح اینم به عنوان پیشکسوت موسیقی معرفی کردم، میگه موسیقی بودجه خیلی خیلی زیاد میخواد که تا بتواند ساز بخرد. آخه یکی نیست به این بگه. به رئیسی اصلا اسم سازو میاری برقش میپره. یا یکی نیست بگی آقا ولی فقیه اینا فتوا داده نشون دادن ساز ممنوعه. وزارت ارشاد اینا، گشت ارشاد اینا، سازو دستتو بگیری میزنن تو سرت میشکنه. آقا تو باز چه سازی میخوای بخره؟ کسی که اصلا ساز ممنوعه. آره باید حالا بهشون بگیم بابا پولم اگه گیرتون اومد خواستین ساز بخرین ساز سنگین نخرین، مثلا برین کنترباس بخرین که زد تو سرتون خورد راهنمود خوبیه. یه ستاره کوچیکی مثلا بگیرین که سبک باشه، هم نتونه بزنه بشکنه، هم اونقدر کوچیک باشه که تو شات تلویزیونی بتونن حذفش کنن. حالا مهمون بعدی جالب. تا اینجای قضیه دیدن که خب اون گفته 99% نیامده. هم میدونن که اینا که نماینده هنر ایران نیستن. یه پاسداری رو که از اون گفتم اون گروه اولی که رنگ کرده لباس شخصی به اسم هنرمند و توی نمایشنامه بلند میکنن از تو جمعیت که بدون میکروفون صحبت کنه. اسم این پاسدار که به خودش لقب صفت کارگردان هنرپیشه هم بسته، جواد هاشمیه. سابقه هنری اینم مأمور حراست بوده، مسئول حراست بوده در رادیو تلویزیون. از اینجا اومده شده هنرپیشه. مأمور سرکوب بوده، مأمور سرکوب کارگردان. اینجا یه دونه فیلم بازی میکنه که خوبه نگاه کنیم که چطوری صحنه‌شو، و بعد من ادامه بدم که این صحنه رو برای چی اینجوری پا برهنه میپره این حرفا رو میزنه. بله ببینیم. و علیکم السلام آقای آصف جواد. شما گمان نفرمایید جمعیتی که اینجا هستن واقعا همشون نماینده های هنر این کشورن. من خواستم اینو به شما بگم که نه مهم نیست، صدام میرسه. چون واقعیتش اینه که شما باید حرفای کسانی بشنوید که 8 سال منتظر اومدن شما نبودن. من از شما خواهش میکنم اگر میخواهید گمان بکنید که حرف هنرمندا همیناست که شنیدید، این گمان رو از یاد ببرید. بله داره دیگه خیلی دست پیشو به اصطلاح گرفته که پس نیفته دیگه. داره به قول معروف خودمونیش ماسمالی میکنه. این جلسه ورشکسته‌ای که حتی هنرمندهای تحت نظام 99%شون در این شرکت نکردن. اما من یادت اول بحث گفتم که به اصطلاح هنرمندان، حالا بخوام بگیم چرا میگیم به اصطلاح هنرمند؟ هنرمند واقعی کیه؟ ببینید هنرمند واقعی کسیه که حتی آوردن اسمش تو رسانه‌های رژیم مرز سرخ و ممنوع باشه. علاوه بر اینکه هنرمند باشه، حتی اسمش رو هم رژیم نتونه تحمل کنه، تا اون که اونقدر بی‌مرز باشه که اسمش تو لیست مدعوین این رژیم باشه. بله خیلی متشکرم از بابک به خاطر شرکت در گفتگوی امروز و انشالله در برنامه بعدی هم با هم باشیم. خیلی ممنون. بینندگان گرامی پیک شادی برنامه رو همراه با شما ادامه میدیم.